طبیعت و حیات وحش پر از شگفتی‌ها و زیبایی‌های منحصر به فرده. از شکل و ظاهر حیوونا گرفته تا توانایی‌های خارق‌العاده و سبک زندگی اونا. گاهی اوقات که توی سبک زندگی حیوونا دقیق‌تر میشیم، مواردی رو می‌بینیم که آدم شک می‌کنه که شاید حیوونا از انسان‌ها باهوش‌ترن. تو این ویدیو ما جهان شگفت‌انگیز پرنده‌های کوکو رو بررسی می‌کنیم. تو این سفر به دنیای جذاب زندگی پرنده‌های منحصر به فرد این گونه می‌پردازیم. همراه ما باشید تا شاهد تعاملات بین پرنده کوکو و انواع گونه‌های پرنده‌های دیگه باشیم. پرنده کوکو به دلیل ظاهر منحصر به فرد و رفتار جالب خودش برای قرنها مورد توجه طبیعتگردا و علاقه‌مندان به پرنده‌ها بوده. پرنده‌های کوکو در طول زندگیشون سازگاری‌های منحصر به فردی رو به دست آوردن که به بقای اونا کمک میکنه. از رنگامیزی خاص اونا گرفته تا شکل بدن و بالهاشون که اونا رو قادر به سازگاری و زندگی تو محیط‌های مختلف میکنه. اما شهرت پرنده‌های کوکو به دلیل شیوه خاص تولید مثل و توانایی‌های منحصر به فرد اونا توی تقلبه. اونا استاد تقلبن و از یه استراتژی هوشمند و البته کثیف به نام جوجه‌گذاری انگلی استفاده میکنن. پرنده‌های کوکو استراتژی تولید مثل جالبی به نام جوجه‌گذاری انگلی رو توسعه دادن تا از بقای فرزندان خودشون اطمینان حاصل کنن. اونا به جای ساختن لونه و بزرگ کردن جوجه‌های خودشون، تخماشون رو توی لونه‌های پرنده‌های دیگه قرار میدن و این پرنده‌ها رو برای بزرگ کردن جوجه‌های کوکو به عنوان جوجه خودشون فریب میدن. اما این کار به این راحتی هم نیست و برای این کار پرنده کوکو باید بسیار با دقت و حساب شده عمل کنه. اولین مرحله و مهمترین مرحله انتخاب میزبانه. پرنده‌های کوکو با دقت و وسواس خاصی گونه‌های خاصی از پرنده‌ها رو به عنوان میزبان خودشون انتخاب میکنن. هر گونه کوکو معمولاً روی یک گونه میزبان خاص تمرکز داره. این انتخاب به عوامل مختلفی بستگی داره، مثل ساختار لونه میزبان و رفتار و توانایی تغذیه جوجه‌هایی که بزرگتر از جوجه‌های میزبان هستند. مرحله بعد تقلید تخم‌هاست. پرنده‌های کوکو ماده توانایی تقلید ظاهر تخم‌های پرنده‌های دیگر رو پیدا کردن. رنگ و الگوی تخم کوکو با تخم‌های پرنده میزبان به خوبی شباهت داره و احتمال تشخیص تخم بیگانه رو کاهش میده. پس از اینکه پرنده کوکو میزبان خودش رو انتخاب کرد، پرنده هدف رو تحت نظر میگیره و وقتی پرنده میزبان دور شد، خیلی سریع وارد لونه میشه و تخم گذاری میکنه. اون باید اطمینان پیدا کنه که تخم خودش با تخم‌های پرنده میزبان به خوبی همخوانی دارن. تو برخی موارد پرنده کوکو ممکنه یکی از تخم‌های میزبان رو از لونه بیرون بندازه تا جایگاهی برای تخم خودش ایجاد کنه و جایی برای شک کردن میزبان نذاره. پرنده میزبان بیخبر از وجود تخم بیگانه به لونه برمیگرده و طبق روال قبل شروع به مراقبت از تخم‌ها میکنه. جوجه کوکو قبل از تخم‌های میزبان و به صورت نارس از تخم بیرون میاد و این باعث میشه در شرایط بهتری نسبت به بقیه جوجه‌ها قرار بگیره. بعد از اینکه جوجه کوکو از تخم خارج شد، رفتاری رو نشون میده که خیلی ترسناکه و هدف اون به دست آوردن برتری نسبت به جوجه‌های میزبانه. اون تخم‌های پرنده میزبان رو از لونه بیرون میندازه و اگه جوجه‌ای از تخم بیرون اومده باشه، اون بیچاره رو میکشه و از لونه بیرون میندازه تا تمام مراقبت و تغذیه رو به خودش جلب کنه. پرنده میزبانم که باور داره جوجه کوکو فرزند خودشه، با اخلاص اونو تغذیه میکنه و ازش مراقبت میکنه. با وجود اینکه جوجه کوکو بعد از مدتی از خود پرنده مادرم بزرگتر میشه، اما به دلیل حس مادری که پرنده میزبان داره متوجه این اختلاف اندازه نمیشه و بازم به مراقبت از اون ادامه میده. این استراتژی پیچیده به پرنده کوکو این امکان رو میده که بار پرورش جوجه های خودش رو به گردن بقیه پرنده ها بندازه و در عین حال مشکلات مربوط به ساختن لونه و بزرگ کردن جوجه ها رو نداشته باشه.
پرنده‌های میزبان هم ناخواسته مادرخونده میشن و زمان و انرژی و منابع خودشون رو تو پرورش جوجه‌های کوکو سرمایه گذاری میکنن. به نظر شما این حرکت کوکو رو باید شیطانی بنامیم یا زرنگی؟